پس از فتح با شکوه مصر، کامبوجیه سودای گسترش بیشتری در سر داشت. او لشکرکشی‌های بلندپروازانه به سوی کارتاژ و آهه سیوآ و سرزمین مرموز اتیوپی را طرح‌ریزی کرد. اما این لشکرکشی‌ها برخلاف فتح مصر با طوفان‌هایی از چالش‌ها روبرو شدند. ناوگان دریایی برای حمله به کارتاژ به دلیل عدم همکاری فینیقیان که نیروی دریایی هخامنشی به آنها متکی بود، هرگز به سرانجام نرسید. لشکر اعزامی به واحه سیوآ طبق روایت هرودوت در یک طوفان مهیب و بیرحم ناپدید شد و لشکر اتیوپی نیز به دلیل مشکلات تدارکات و دشواری طاقت فرسای مسیر به اهداف خود دست نیافت. در اواخر دوران حکومت کامبوجیه، ناگهان طوفانی از درون خود ایران را در نورد. فردی به نام گیومات مو با جسارتی باورناکردنی ادعا کرد که بردیا، برادر کامبوجیه که کامبوجیه مخفیانه او را به قتل رسانده بود است. این ادعای دروغین شورشی بزرگ را در سراسر امپراتوری شعله ور ساخت و حمایت بسیاری از مردم و ایالات را به سوی گیومات جلب نمود. کامبوجیه که در مصر بود، برای سرکوب این شورش به سوی ایران عازم شد، اما در میان راه به طور مرموز درگذشت. برخی منابع علت مرگ او را خودکشی می‌دانند، در حوالی که برخی دیگر از حادثه یا تبطیه مرموز در دربار سخن می‌گویند. مرگ او دروازه‌ای به دوران هرج و مرج گشود، دورانی که تنها با ظهور و قدرت نمایی داریوش بزرگ به پایان رسید و او توانست بر گیومات چیره شود و نظم را به امپراتوری بازگرداند. با وجود پایان دراماتیک و چالش برانگیزش، کامبوجیه دوم به عنوان فرمانده قدرتمند و شواهی که میراث بی‌بدیل کوروش را با فتح بزرگ مصر گسترش داد، جایگاهی فراموش ناشدنی در تاریخ هخامنشیان دارد. او نشان داد که بذر امپراتوری کوروش آماده رشد و گسترش به قلمروهای تازه بود.